این گریه، یه میمون باهوش که عاشق اقتصاد از دانشگاه مذابات. گری همیشه فکر میکرد اگه موزاش رو پس‌انداز کنه روزی ثروتمند میشه. برای همین هر روز موزی که به دست می آورد رو با دقت توی انبار میگذاشت. گری عاشق این بود که هر روز تعداد موزاش بیشتر بشه. اما یک روز صبح وقتی برای خرید یه خوشه موز به بازار مذابات رفت، شوکه شد. خوشه‌ای که دیروز فقط با 10 موز می‌خرید، امروز شده بود 15 موز. گری با خودش گفت چی شد؟ من همون تعداد موز رو دارم. چرا دیگه نمیتونم همون چیز رو بخرم؟ بازار مذابات پر از صدا بود. فروشنده‌ها فریاد می‌زدن قیمت موز بالا رفت. تورم، تورم. گری گیج شد. تورم؟ این کلمه‌ای بود که همیشه داخل کتابا دیده بود. اما حالا داشت زندگیش رو می‌بلید. گری نشست و شروع به تحلیل کرد. مشکل اول، قدرت خرید. دیروز با 100 موز میتونستم 10 خوشه بخرم. امروز فقط 6 تا. یعنی بدون اینکه موزام کم بشه فقیرتر شدم. مشکل دوم، پس‌انداز بی‌ارزش. فکر میکردم انبار موز یعنی امنیت. اما تورم انبارم رو سوراخ کرده. هر روز ارزش موزام کمتر میشه. مشکل سوم، دستمزد عقب مونده. حتی اگه بیشتر کار کنم، موزی که میگیرم دیرتر از قیمت‌ها بالا میره. یعنی همیشه یک قدم عقب‌ترم. گری خسته و ناامید شد. با خودش گفت پس من هیچ وقت ثروتمند نمیشم. تورم مثل دزدی نامریه که شبانه از انبار همه موز میدزده. در همین فکر بود که یه میمون پیر جلوی غرفش ایستاد و گفت پسرم، تورم همه رو فقیر نمیکنه. بعضیا راهی پیدا میکنن. به جای نگه داشتن موز چیزی میخرن که ارزشش حفظ بشه. زمین، طلا یا حتی یک کسب و کار کوچیک. گری مغزش داشت منفجر میشد. فهمید مشکلش این نیست که موز نداره. مشکلش اینه که موزاش هر روز آب میره. تورم مثل آتیش پنهان بود که انبارها رو میسوزون. فردا گری یک تابلوی جدید زد. موز تازه با قیمت امروز، نه دیروز. شروع کرد به توضیح دادن به مشتریا. تورم یعنی موزت هر روز کوچیک‌تر میشه. اگر میخوای فقیر نشی، باید یاد بگیری موزت رو به چیزی تبدیل کنی که تورم نمیتونه بخوره. مردم دور غرفه گری جمع شدن. برای اولین بار کسی تورم رو به زبان ساده توضیح داده بود. گری دیگه یک فروشنده معمولی نبود. اون شده بود معلم مذابات. شب گری نشست و پیروزیش رو تحلیل کرد. یک، تورم دشمن نامرئیه. اگه فقط موز نگه داری، هر روز فقیرتر میشی. دو، راه نجات اینه که موزت رو به چیزی تبدیل کنی که ارزشش حفظ بشه. سه، دونستن این قانون یعنی اینکه تو قربانی تورم نمیشی، بلکه میتونی ازش فرار کنی. گری با خودش گفت یاد گرفتن اقتصاد فقط برای امتحان نیست، برای زنده موندنه. آخر ویدیو گری رو به دوربین کرد و گفت یادت نره لایک و سابسکرایب کنی، چون تورم هر روز موزاتو کمتر میکنه، اما دانش میتونه تو رو ثروتمندتر کنه.